درود دوستان. دیروز در مسکف دروبشون نباتوف ورزشگری تاجیک در مسابقه BJJ ACBJJ بر مقابل رحیم تایف برآمد کرد و او را با قرار یک دلانه داوران مغلوب کرد. دوستان، BJJ این یک نمودی ورزش برزیلیایی هست که فقط در زمین گوشتین میگیرند، بوغی میکنند، دستا کوشش میکنند که چیکنن لاتیان و دروبشون ضربه ها هم هست. ضربه را میزنند فقط در رونه و در شکم، در بدن. و دروبشون نباتوف رحیم تایف رو با قرار یک دلانه داوران مغلوب کرد. دوستان، دروبشون نباتوف رو در کامنت ها تبریک کنید. میدونم که یک هفته پیش در آلمان دروبشون نباتوف در MMA رقیب خود را با طریق نکاوت مغلوب کرده بود. دروبشون نباتوف خیلی ورزشگری خوب است. او در انشالله که ما اون رو در UFC میبینیم. اون یک بار در دانا وایت کانتندر برآمد کرده بود ولی موفق نشد و ما باوری داریم که مقصد او با UFC رفتن است و دیروز خیلی محاربه خوب نشون داد در پارتر. این پارتر برای MMA این 80% خیلی مهم است. و فردا در ازبکستان در تاشکند لیگ اکتاگون مسابقه برگزار میکند و در این مسابقه یک ورزشگری تاجیک ما همه او رو میشناسیم، فضل‌الدین کریم عبدالرحیموف برآمد میکند و او برآمدی او در همون چی اساسی نه از اون پایون در میگن سوگلاونی بای روسا میگن در همون پیش از جنگ اساسی برآمد میکند و رقیب او از ازبکستان مولانبک میرکومیلوف. دوستان، فکر میکنم که مسابقه کریم عبدالرحیموف خیلی جالب و خیلی چخیل بگم با چون که کریم عبدالرحیموف همیشه دوست می‌داره که جنگی راستا بکنه. همون روسا میگن زرلیشنی خوش تماشا با زبان تاجیکی و ما باوری داریم که کریم عبدالرحیموف در این مسابقه غالب میشود بر رقیب خود از ازبکستان و باوری داریم که در اکتاگون کریم عبدالرحیموف قهرمان خواهد شد. دوستان، فردا 21 سپتامبر در ازبکستان اکتاگون مسابقه لیگ اکتاگون شروع میشه و در این مسابقه ورزشگری تاجیک کریم عبدالرحیموف برآمد میکند پیش از مسابقه اساسی این سوگلاونی بای میگن. برادرو در کامنت ها کریم عبدالرحیموف رو موفقیت آرزو نمایید و باور داریم که او دست بالا میشود و در کانال مشتی تاجیکی ابونه شدن رو فراموش نکنید. دوستان، من با شما خیلی در آینده خیلی خبرهای خوش و جالب پیشکش میکنم. باوری دارم که ما با هم این کانال مشتی تاجیکی رو به دنیا معرفی میکنیم. آدمای دنیا باید بدونن که در تاجیکستان ورزشگرانی خیلی پرقوت زندگی میکنن. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان بود.